ستاره صبح، شباهنگ، سیریوس و شری از القاب درخشانترین ستاره شب که از تمام نقاط زمین قابل مشاهده است. البته ستاره صبح همونطور که در ویدیوهای قبلی کانال اشاره کردیم به سیاره زهره اشاره داره، اما در برخی تمدن‌ها مثل مصر باستان و سومر به ستاره درخشان شب ما هم گفته می شده. این ستاره اصلی ترین جایگاه خدایان توی تصورات تمدن‌های باستانی و حتی ادیان الهیه. این موضوع مرموز ویدیو ما رو به 2 قسمت تقسیم میکنه. در قسمت اول به معرفی این ستاره و ارتباطش با تمدن‌های باستانی مثل مصر، سومر، مایا، ایران و یهود میپردازیم و در قسمت دوم که به زودی ارائه میشه به ارتباطش با مسیح دروغین، اسلام، فراماسونری، آدمفزایی ها و هالیوود توجه میکنیم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و اگر علاقه‌مند به چنین موضوعاتی هستید با سابسکرایب کردن کانال در کنار حمایت از ما از موضوعات متنوع کانال ما استفاده کنید. این ستاره عجیب که به خاطر درخشندگی فوق‌العاده‌اش ازش به عنوان پادشاه ستارگان یاد میشه، یک سری شگفتی‌های اعجاب‌انگیز داره که به بعضی از اونها اشاره میکنن. اولاً طبق تحقیقاتی که توی رصدخونه‌های معروف دنیا انجام شده، حرارت عظیمی که تو سطح شباهنگ حکم فرماست تا 120,000 درجه سانتیگراد برآورد شده، در حالی که حرارت سطح کره خورشید ما رو فقط 6500 درجه میدونن و این موضوع تفاوت عظیم گرمای ستاره شباهنگ رو نسبت به خورشید نشون میده. دوماً چگالی این ستاره حدود 50,000 مرتبه از آب بیشتره، یعنی وزن 1 لیتر آب در اونجا معادل 50 تن در کره زمینه. توجه کنید که بین سیاره های منظومه شمسی عطارد که از همه سنگین تره، جرم مخصوصش 6 برابر آبه. با این توصیف باید ببینیم که این ستاره شگفت‌انگیز از کدوم عنصر تشکیل شده که این همه فشرده است. سوماً ستاره شباهنگ که تو زمان ما فصل زمستون ظاهر میشه، تو عصر منجمین قدیم مصر ظهور این ستاره با شروع تابستون مقارن بود. شباهنگ کره بسیار عظیمیه که حجم اون 20 برابر کره خورشیده و فاصله اون از ما نسبت به فاصله خورشید از زمین فوق‌العاده زیاده، به طوری که این فاصله رو 1 میلیون برابر فاصله خورشید تا زمین برآورد کردن. میدونیم که سرعت نور نزدیک به 300,000 کیلومتر در ثانیه است و نور آفتاب ظرف 8 دقیقه و 13 ثانیه به ما میرسه، در حالی که فاصله خورشید از ما 15 میلیون کیلومتره. اما تشعشعات ستاره شباهنگ بعد از 10 سال به ما میرسه. حالا محاسبه کنید که فاصلش چقدره. شگفت‌انگیزه نه؟ چهارماً سامانه ستاره شعرای یمانی، ستاره‌ای همراه داره که از ستارگان مرموز آسمانه. اولین بار دانشمندی به اسم بسل به وجود اون در سال 1844 میلادی پی برد، اما در سال 1862 این سامانه با تلسکوپ مشاهده شد. دوره گردش ستارگان سامانه به دور ستاره اصلی 50 ساله. اما انسان چه زمانی با این ستاره آشنا شده و چطور این ستاره باعث انحراف نسل بشر به سمت شرک، بت‌پرستی و شیطان پرستی شده؟ ما توی پژواک برای اینکه حرفمون سندیت داشته باشه از روایات و حدس و گمان استفاده نمی کنیم، بلکه به چیزهای مستندی که وجود داره میپردازیم. اولین آشنایی انسان با ستاره شباهنگ که به صورت مکتوب موجوده مربوط میشه به دوره تمدن سومر که به 5 تا 7000 سال قبل برمیگرده. این تمدن تو اوج شکوفایی به طور عجیبی یک دفعه و بدون هیچ اثری نابود شده و محققان و باستانشناسان هنوز موفق نشدن دلیلی برای توضیح نابودی این تمدن پیدا کنند. تو کتیبه ها و آثاری که از دوران اونها موجوده اشاره های زیادی به آیین ها و اعتقاداتشون شده و طرز تفکر اونها نسبت به خدایان به این صورت بوده که خونه اصلی خدایان در آسمان و بر روی ستاره شعرا یا همون شباهنگ واقع شده. معروفترین کتیبه مربوط به داستان گیلگمش که در اون روابط بین انسانها و خدایان و نیمه خدایان تو قالب یک داستان حماسی گفته شده. البته افرادی با استناد به این کتیبه ها داستان کشتی نوح
و غرق شدن انسانها در اثر آب گرفتگی زمین رو جعلی و از داستانهای سومری میدونن. بیشتر باستانشناسان به اشتباه فکر میکنن که دایره‌ای که دارای قطر باشه خورشیده، در صورتی که توی تمدن‌های بین النهرین ستاره شباهنگ رو به صورت 8 خطی به عنوان شعاع و خورشید رو با بیشتر از 8 خط رسم میکردن. مایاها و اینکاها تو آمریکای جنوبی و با قدمتی بیش از 3000 سال وجود داشتن که از لحاظ ساختمانسازی و صنعت فلزات فوق‌العاده پیشرفته بودند و طبق مدارکی که از نوشته‌ها و نقش‌های موجود روی معابد و کتیبه‌های مربوط به دوران اونها به دست اومده، میشه فهمید که اونها اعتقاد شدیدی به ستاره شناسی داشتن. خورشید و ماه و ستاره شعرا اصلی ترین منابع انرژی بودن که مورد تقدس قرار می گرفتن و اونها به خدایی اعتقاد داشتن که به شکل یک مار پردار به اسم کولکاکان ترسیم می شده و خونه اصلی این خدا رو تو مکانی می دونستن که ستاره شعرا جهتش رو نشون می داده. طبق نوشته های به دست اومده از الواح و پاپیروس های اهرام مصر و مقبره های مردگان تو مصر باستان در حدود 3000 سال پیش اونها اعتقاد شدیدی به این ستاره داشتن و با اسم ره اون رو میشناختن. البته اسم دیگه اون هوراس یا هوروسه که در واقع یکی از بزرگترین و قدرتمندترین خدایان مصریه که داستانهای زیادی درباره اون تو آثار مصری ها پیدا میشه. البته به غلط خدای خورشید لقب گرفته، ولی در واقع روشنی اون از طرف ستاره شباهنگه نه خورشید و نشون حاله نورانی روی سر هوروس اشاره به ستاره شباهنگ داره. جالبه بدونید توی اهرام ثلاثه در منطقه جیزا، اتاقی که محل دفن فرعونه، یه راهروی باریک مربعی با عذرای 20 سانتی متری به سمت بالای هرم داره و دقیقاً تو جهتی قرار گرفته که روبروی ستاره شباهنگه. مصری ها اعتقاد داشتن فراعنه از جنس خدایانن و بعد از مرگ به خونه اصلی خودشون در جایی که ستاره شباهنگ راهنمای اونهاست برمیگردن. قبل از اینکه دین زرتشتی تو ایران وجود داشته باشه، تنها مظهر پرستش ستاره شباهنگ بود که الهه های زیادی مثل آناهیتا، میترا و آرمیتا برای اون کار میکردن و نماینده هایی بودن از ستاره شباهنگ روی زمین که برای هدایت و آبادانی رفت و آمد میکردن. بعد از ظهور زرتشت، خدای یگانه به ایرانی ها معرفی شد، ولی بعد از گذشت مدتی دوباره سمبل های ستاره پرستی وارد دین زرتشت شد. همین الان هم نمادهایی مثل فروهر که نشون از ستاره پرستی داره و از نمادهای شناخته شده سومریانه و جشنی مثل جشن تیشتر که در اول تیر ماه به افتخار ستاره شباهنگ برگزار میشه تو دین زرتشت به چشم میخوره. بعد از حرکت پدر و برادران حضرت یوسف به مصر، عملاً تمام قوم اسرائیل به سرزمین مصر نقل مکان کردند و به مدت چند صد سال در اون منطقه زندگی کردند و به راحتی اعتقادات و باورهای مصریان درباره شعرا و ره به اونها منتقل شد. بعد از خروج حضرت موسی از مصر، این قوم قدر نشناس میراث مصر باستان رو با خودشون به همراه آوردن و بعضی اوقات به صورت آشکار و اکثر اوقات به صورت مخفی ستاره شعرا و ره رو پرستش می‌کردند و اسرار خودشون رو توی فرقه‌ای به اسم کابالا به نسل‌های بعد منتقل کردند. درخت کابالا درختیه که خدایان بابلی برای پرستشگرانشون فرستاده بودن و تو اکثر آثار تمدن بین النهرین موجوده. فقط شباهت این دو رو ببینید تا متوجه بشید بالاترین مقام درخت کابالا یعنی ملخوت ستاره شباهنگه. قسمت اول همینجا به پایان میرسه، اما خب همونطور که اول ویدیو گفتم این پایان ماجرا نیست و منتظر قسمت دوم این ویدیو باشید. خوشحال میشم که با لایک کردن این ویدیو برای ساخت محتواهای جذاب به ما انرژی بدید. حتما نظرات و انتقادات خودتون رو برامون کامنت کنید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. سرشار از شادی.